روزتون بخیر باشید دوستان عزیز. امیدوارم که همتون صحت سلامت هستید. ما هم شکرانه خدا سازیم خوبیم. چقدر که در جدید هستید. ما این روز فابریک زکاس کردیم لباسا. ما فقط چی شامپو و هم خیلی چیزا زکاس میکردیم. انا که این روز باشه لباسا زکاس کردیم. لباساش هم میبینید چقدر. ما یک تا جمپر گرفته بودم، یک تا تک پوش گرفته بودم. بریجا خشرو بود. انا که ایوش هم میبینیم که چخیلند. کمپانی فابریک بغیر از محصولاتایی که برای تازگی داره هم خیلی چیزا پروداکتایی که داره، اینم لباس هم داره. برای همون مدل لباس در کار بود زکاس کردیم. این است تیپ ادیال خیلی. برای فریزه شون گرفتم. حاضر میکشم با نشون میتیم تونه. این ایره برای مهوشه در مکتب پوشیدنش. همش رزمیروی همه چی را گرفتم. حاضر با میسنجم پوشونده میبینیم شونه کو چخلن. برای مهوشه ایشم برای مهوش شرف برای مهوشه گرفتم میشم. این ای سپارتیفیکره. سپارتیفیکای به نهایت دخترکو گرفتن متریالش خشرای گفتن. یک تا به شوهر ما گرفتم میره. بعد یک تا ودلاسکا برای سونیا را سفید برای مکتب. اگه فریزه زیغ نشود گفته و دیگه کرتچه گرفتیم. های کرتا را به نهایت دوست میداره. آستین دراز نه و آستین کالتا برای در خانه پوشیدن. بعد یک تا شرف برای سونیا را شرف سیاه. بعد خیلی که گفته بودم همون پیرچتکی را زکاس کردم. شبکه هم رای نزکاس کردم گرفتیم آوردیم. بعد دوستان عزیز همه چیه که ما برای خودم زکاس کردم این رو باید پدرکه میکردن نکه ما خودم با زوری پدرکه کردم خودم با اویلی که فابریک این دخترکو مرا دیلم نمیشد که بازار برم امی شکتولکه رو بخرم بقبسانی ما چکنم امی چرا نمیشد دیلم که برم بخرم برای که در بازار بنهایت قیمت به چی در تاجیکستان باشه چی در تاجیکستان چی در اینجا به نهایت قیمت بود. این روز این فابریک برای خودم گرفتم. من خیلی امی چلا و گوشپور هم خیلی دارم و نکیم شکتولکه نداشتم. فقط در چی گرفته میگشتم بازماکیش برای اینه برای همه جو هسته. برای همه چی جو هسته. اینه برای چلا گوشپورا سپیچکا برای تنگای تیلو تنگای تیلو یک گونجا یافتی. اینم خیلی بخمه یک تا شکتولکه با سویچم خشرو زکاس کردم. کدومی که زکاس کردن میخواه یا که کار کردن میخواد دخترکوی خشرو دوستان عزیز همه یمی به پا آمدگی پلی فابریک شما میتوانید که آمده کار کنید همه چیزای دلخواه خودتون بگیرید. اینا یکم شکتولکه من انا کلی واساکا رو میکشم یکم فریزه رو بپوشونم کرتچشم. ماتریالش به نهایت خشرو. من در موجه دیدم ماتریالش خشرو با خانه آوردم میکشونم با فکری کلانتر از فریزه دارم خیلی سرانو گرفته میشه. خود میپوشونیمش میبینیم با این خیلی دخترکا که وقتی که خانه میاری اگر چین که نباشه میشه نکنه این پاکیج بزیر کن هم پونگ ویده چی میبره علش میکنن وزغران میکنن دیگه شه میگیری. به نهایت خشروی نه این غاوسه که خشروی نمیهازی در خانه پوشیدن ده به نهایت خشرو. دوستان عزیز اینایی برای آدمایی هستن که قد تن و جانشان خیلی گوش داره برای خراب کن نیست. اینه که چینش نه چینش هم خشادی که دسته که پیشونیش زده دینه در بیرون یا 10 منوت بیرون بروردیم شه پیشونی رو زد خون کد اومد. این خیلی دخترکای خشرو ادیالی خریدگیم به نهایت میخ که خشرو هم قمالای ما که خشرو بده که بعد شبکم خشرو نکیم اوزی برای زمستان نمیشه برای بهارای تنکه که اینه یا ماتریالش به نهایت خشرو چین نیشوارم چین شدکشه ای برای مکتب برای مهوش ای هم چینه که مهوش شرفم خشرو ما فکر کردم می کالتاینه در روزی خشرو بده شرفی ای شرف در مهوش خریدگیم ایش در سونیا ایش خیلی دقواتای هوی نمیشه ای هوی میشه دیگه. اینم خیلی ای بود ای روزه خریدیم ما اینه فریزه ما بشی تمکو
این یک تمام شدیشو کرتشون میبره چند روز دیگه. اینم خیلی در اینجا باشه ویدیو رو به پایان میرسونیم. تا ویدیوی آینده در پناه خدا باشید. خیر دوستان عزیز. در آخر ویدیو یک بار دیگر همه شما را به کار دعوت میکنم دخترکای عزیز. این چیزایی هسته که رازگیریش از نام ما تحفه، شاید یکی از شما صاحب همین تحفه میشوید. دخترکای خوشرو بیاید همراه ما کار کنید.